سلام همه بچه ریاکتیو شو، من میگم اینجا ریاکتیو شو. امیدوارم که تاندوناتون بالا باشه، حال مالتون خوب باشه، سعی سلامت و تاندون بالا باشید. همین الان یوهویی آلبوم اومد بیرون که توش کوروش 2 تا فیت داره، آلبوم بنجی به اسم 18 یا 18 که حالا یه سری چیزای خیلی ریزی هم ازش پخش شده بود، من سری کاور ماور ازش دیده بودم. این آلبوم پرودوسرش خشایارسار، ویسکی، سمیلو و حالا اون کل کار هم دست پلاگ اینسترومنتال لیبل کوروش اگه اشتباه نکنم. و این ترک هم اسمش بده بیاده که فیتش با کوروشه. کوروش تو این آلبوم 2 تا فیت داره که جفتشو با هم امشب گوش میدیم. این ویدیو رو واسهتون میذارم، پشت بندشم بعد تو کوروشو میذارم که فیتش باز با بنجیه، اونم میذارم که با هم گوش بدیم و بریم ببینیم که چه کردن لهجه گرفتم، چه کردن. بریم و بیایم با هم دیگه گوش بدیم بده بیاد بنجی کوروش. وایسا قبل اینکه بریم و بیایم و با هم دیگه کارو شروع کنیم، اگه هنوز چنل یوتیوب رو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن، زنگوله رو روشن کن، کامنت انگلیسی بذار که سابسکرایب نپره. لینک تمام شبکه‌های اجتماعی من تو دیسکریپشن هستیم، بغلم هست، حتما برو بهشون سر بزن. پیج اینستاگراممونم چیزی نمونده تا 2000 تاشه، حتما برو بهش سر بزن، دنبالش کن. برنامه‌های خفنی اونجا واسه دارم و در تمام فضای مجازی حتما از هشتگ تاندونیا استفاده کن. بیایم بده بیاد بنجی کوروش، برو بریم. خب برابچ بده بیاد کوروش بنجی کاور آرت و مثلا که این صحبت ها هم کار آرتاه، ولی خب من میدونم موتیارم یه دستی داشته، نمیدونم حالا فکر کنم کار تیریدی و این چیزاش انجام داده. بریم ببینیم که چه خبره. بده بیاد کوروش بنجی، میکس و مستر سمیلو، پرودوس ویسکی. 1 2 3 تاندوناتون بالا باشه. بریم چه خبره. ها بده بیاد جلو، بده بیاد مانی، بده بیاد فقط بده بیاد، نمیتونی برسی داشت نزن زر زیاد، فقط بده بیاد بده بیاد لولو، بده بیاد لولو، بده بیاد نزن زر زیاد، درخشم واسه بره بیاد، یه بده بیاد رولو، بده بیاد زیاد زر رزن سریع به چرخون. اینجا دارم میدرخشم مثل برلیان، علاف تو نیستم. بده بیاد نزن زر زیاد، میدرخشم واسه بره بیاد، فقط بده بیاد فقط بده بیاد. نمیرم زیر دین مانی میرسه، کارا هیت هیه میکنن کینه هیت خوبه دی ان اوه این خودش به خدا بالا پایین میشه، نگاه اصلا دست نمیزنم، زایم کرد بالا پایین نمیشه، ولی این خودش بالا پایین میشه. نمیرم زیر دین مانی میرسه، کارا هیت هیه میکنن کینه هیت خوبه دی ان ای پولا میریزه. دین که دیگه میدونید چیه دیگه، دین منظورش اینه که مثلا میگن زیر دینه کسی نمیمونم، نمیذارم زیر پرچم کسی باشم، یه نمیمونم زیر دین. مانی میرسه، پول میاد، میکنن کینه هیت خوبه دی ان ای پولا میریزه. دختر جلو پام اینه کلونات بنجی ریلیه، اوه مثل کلوناسپام شو دارو خواب آور بود اگه اشتباه نکنم. کینه هیت خوبه دی ان ای پولا میریزه. دختر جلو پام اینه کلونات بنجی ریلیه، چه میشه پروف مثل کلوناز نمیدونم، حالا من کلوناسپام میشناسم، فقط فکر کنم دارو خواب آور آرام بخش و این چیزا یادم رفت. سگ تو این حافظه پولا میریزه. دختر جلو پام اینه کلونات بنجی ریلیه، بنجی ریله، بنجی واقعیه، میشه پروفایل اینه کلونیزه. دختر جلو پام اینه کلونات بنجی ریلیه، چه میشه پروفایل اینه کلونات میپیچم لمهت ترک گل میشه مثل کرونا میپیچم لمونیز. توی کرونا آبجو کرونا با لیمو خیلی خفن میشه، بعد لمونیز هم که یه نژاد گله که لیمویه طعمش دیگه، میگم مثل کرونا میپیچم لمونیز. بال پام اینه کلونات بنجی ریلیه، چه میشه پروفایل اینه کلونات میپیچم لمهت ترک گایدم، میدونم خودم انقدر نگو پلو این چیزا، کار قانونی نی ولی قانونو نوشتم ابو علی سینا، ازش همینه بهت میره با ابو علی سینا قانون نوشته. آره یه کتاب داره شفا، یه دونه قانون شفا راجبه قانون راجبه شفاه. حالا این یکی رو اسکول هم کردن بچه بودم بهم گفتن، من یه همچین چیزی یادمه، شفا
راجع به قانون و این چیزا، قانون راجع به طب و این صحبت ها، قانون کتاب ابوعلی سینا. گوپاله و این چیزا کار قانونی نی ولی قانونو نوشتم ابوعلی سینا. ارزش هم اینه بهت میره بالاتر سری هر روز ریبی داشت ما تو آسمونیم شما رو زمین میکنی هنوز. ارزش هم مثل بت میره بالا از رو هر ذریبی داشت شرط بندی و این صحبت ها. ارزش هم اینه بهت میره بالاتر سری هر روز ریبی داشت ما تو آسمونیم شما رو زمین میکنی هنوز. چیه چقدر نمیدونی واسه من پره تو شانست کمه مثل راشی عمالت نمیزنم اینو را چند ساله میگم 10 نفری داری زمان تو شانست کم مثل راشن رولت یه هفتی رو برمیدارن یه تیر میزنن روش میچرخونن نوبتی یه تیر میزنن تو سرش میگه شانست کمه مثل راشن رولت. چقدر نمیدونی واسه من پره دیگه چون یه دونه است یه دونه تیر. شانست کمه مثل راشی عمالت نمیزنم اینو را چند ساله میگم 10 نفری داری زمان سندالت بده بیا سر هرچی داری چون من غرقاتی دوست دارم قدی بازی تو هم کلا هم از سر فرسی آجی بسم کامنتش کن اگه حرفی داری بده بیاد جلو بده بیاد مانی بده بیاد فقط بده بیاد نمیتونی برسی داشت نزن زر زیاد فقط بده بیاد کوروش او چه همزمان با من گفت نزن زر زیاد. البته خب کارس اولم همینجا اسکرتو گفت منم اسکرت کشیدم فقط بده بیاد بده بیاد لولو بده بیاد لولو بده بیاد نزن زر زیاد لولو بده بیاد که سنگا رو بریم بالا زر زیاد نزن میدرخشم مثل بره بیاد فقط بده بیاد فقط بده بیاد ارزام نمیکنه هیچ دراگیو 10 ساله دارم میدم هیت به رادیو نخوریزم مالی که داره بیف بگاهی و هنو منم نقطه عطف این سناریو دیوونه خون هستم و همه مریضیم دارم گنگ بده بیاد فقط ارزام نمیکنه هیچ دراگه 10 ساله دارم هیت میدم تو رادیو جوان تو چی میگی؟ ارزام نمیکنه هیچ دراگیو 10 ساله دارم میدم هیت به رادیو نخوریزم مالی که داره بیف بگاهی و هنو منم نقطه عطف این سناریو دیوونه خون هستم و همه مریضیم خدا دادی خط ترچش عزیزی جلو ما میای بکن وزن خدا دادی چشا خط منم نقطه عطف این سناریو دیوونه خون هستم و همه مریضیم خدا دادی خط ترچش عزیزی خدا دادی خط ترچش عزیزی خدا دادی عزیزی هم چشش چینی بود اینجوری بود میگه خدا دادی یعنی خدا بهمون داده که چشا اون خطر از خدا داد عزیزی با مزه بود دوست داشتم اینو قفم داره بیف بگاهی و هنو منم نقطه عطف این سناریو دیوونه خون هستم و همه مریضیم خدا دادی خط ترچش عزیزی جلو ما میای بکن مزه نریزی چون ما سک میریم پشتم همه رمیزی بده بیاد لولو بده بیاد لولو بده بیاد نزن زر زیاد میدرخشم مثل بره بیاد فقط بده بیاد کار هیت حرفی هم توش نیست لولو بده بیاد نزن زر زیاد میدرخشم مثل بره بیاد فقط بده بیاد فقط بده بیاد بنجی هم بال خونده بود توش خب برای چه ریاکتیو شو هم گوش دادیم بده بیاد بنجی و کوروش بنجی هم بال خونده بود کار قوی بود هیت بود به نظرم من که گوش میدم از اون کارهایی که تا 1-2 هفته آینده هر روز گوشش میدم چون حال کردم باش این موزیک که تموم شد ولی جایی نرید سریعا مثلا بعد تو رو آپلود میکنم که بعد تو رو امیدوارم که خوشتون اومده باشه از ریاکشن من به ترک بده بیاد از کوروش و بنجی تو از آلبوم 18 بنجی. اگه خوشتون اومده حتما چنل یوتیوبم رو سابسکرایب کن زنگوله رو روشن کنین کامنت انگلیسی بذار که سابسکرایب نپره لینک تمام شبکه‌های اجتماعی من تو دیسکریپشن هست حتما برو بهشون یه سر بزن. امیدوارم که هر جا هستید خوشحال پر انرژی تاندون بالا باشید موضوع خودتون باشید.